یعنی بحثی من سر این است که ما یک نفر بوت نازنین ساختیم و همه چیزا برای او دادیم. همه چیزا برای او دادیم. آیا مگر از بهشت هر روز 174 نفر میره و از یک کشور خارجی شهروندی میگیره؟ آیا از بهشت در 5 سال اخیر 200,000 نفر تلاش میکنه شهروندی خارج بگیره؟ برای چی؟ در تصور کنید که با داشتن یک اهالی خرد مردم به خاطر یک امتیاز زندگی خوب پس معلوم شود که اون طبیعت که شما ساختین و قصه میکنین که تاجیکستان وقتی میگی برای یک تاجیک یک نفری که خب از سیاست کمی دور است، تاجیکستان در پیش نظرش بهشت روی زمین، اساسگذار صلح و وحدت، وطن آباد، آزاد، فلان این آن، یعنی همه چیز براش بنا میتن. اما وقتی از خارج یک اجنبی داخل شود تاجیکستان رو به دیگر چشم نگاه میکنه، میگه رو تون سیاه میکنه شما. خب برادر عزیز، موضوع چی بود؟ داغ روز، داغ جمعه، مصیبتی که طول چند ده سال است که بالای مردم ما آمده است. البته که خب یک زمان جنگ بود، ما کشور را گذاشتیم به دست یک افراد، یک گروه تا که شاید برای ما وطن بسازند. شاید بعد از جنگ خب مشکلات ها است، قرض ها است، مشکلات های سیاسی، مشکلات های اقتصادی، در همه جبهه ما گفتیم مشکلات داریم. خب نسل از ما بزرگتر، پدران ما و عمکای ما چیکار کردن؟ خب کشور را به دست این طبقه امانت گذاشتن و رفتیم مهاجرت. البته مهاجرت چیزی آسان نیست، کاری آسان نیست. ما در مهاجرت با چندین مشکلات ها روبرو میشیم، حتی با مرگ. ما بارها جسدی به جان هموطنان رو دیدیم، بارها مرگ یا اینکه به صاحب بدن هموطنان خود رو در خارج کشور، خصوصا در فدراسیون روسیه دیدیم. ما بارها شاهد آن شدیم که هموطنان مراجعت میکردن به کدام روزنامه‌نگار، به کدام بلاگر، به کدام شخصی فرهنگی که کمک بکنه تا جسدی برادرش، جسدی پدرش، جسدی کدام عزیزشون، کدام نزدیکی که دارند مردم پول جمع کنه بعد تاجیکستان روان بکنه. در حالی که مسئولیت حکومت بود. ما در تاجیکستان مسئولیت به گوش آنها گذاشتیم و رفتیم مهاجرت و حکومت رحمانوف برای ما در گوش ما گفت که مردم موافق فلان ماده سرقانون شما سرپرست دارین در خارج کشور، یعنی شهروند جمهوری تاجیکستان در خارج کشور هم زیر حمایت دولت قرار دارند. اما تا امروز ما هیچ یک حمایت از دولت ندیدیم. ما ندیدیم که کی ما را دفاع کرده باشه. انگشت شمار شاید جای بود اما خیلی کم، در حالی که مسئولیت داشتن. تمام زندگیشون از حساب ما، تمام قریب 40 تا 50% مجموع مسائل داخلی وطن از حساب ماست و دیگر جبهه‌هایی که مهاجرا کار میکنن و چرخه حکومت میرقصونن. نقطه بسیار از مهم و بسیار از واقعا این خیلی مصیبت است، این خیلی درد است که 200,000 تاجیکستانی در 5 سال گذشته شهروند روسیه پذیرفته است. 200,000. من خوش میکنم مقاله را بگذاریم. مرحمت کنید. 200,000 طبق آمار وزارت کارهای داخلی روسیه از سال 2016 تا سال 2020 196,000 شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه را گرفته است. این رقم برابر با اهالی رشت و نورآباد است که در یک جایگاه 200,000 نفر را تشکیل میکند. با ترتیب هر سال با حساب میانه 40,000 تاجیکستانی شهروند روسیه را گرفته. در 5 سال اخیر شماره تاجیکانی که صاحب شناسنامه روسی شدند 3 برابر افزوده است. اگر سال 2016 23,000 شهروند تاجیکستان شناسنامه روسی گرفته باشد، سال 2020 این رقم به 63,389 نفر برابر شده است. یعنی در سال 2020 به حساب میانه هر روز 174 تاجیکستانی شهروند روسیه میگیرد. سال 2020 بیش از 43,000 شهروند قزاقستان، زیاده از 23,000 شهروند ازبکستان و نزدیکی به 12,000 قرقیزستانی شهروند روسیه پذیرفته است. و این ترتیب در گرفتن شناسنامه روسی زادگان تاجیکستان پیش صف بوده.
پس از شهروندان اوکراین در جای دوم قرار داریم. اکثر آنهایی که تلاش میکنند و خانواده‌شان برای کار و زندگی به روسیه کوچه بندند میگویند شهروندی روسیه به آنها امکان میدهد که نه تنها از جهت حقوقی در آن کشور امین باشند بلکه از امتیازهای یاری‌های حکومت نیز بهره‌مند گردند. اهالی ما را اگر که قیاس بکنیم به اهالی ازبکستان از زمین تا آسمان است. از اهالی قزاقستان هم نیز اگر قیاس بکنیم از زمین تا آسمان است. ولی ببینین که نه ازبکستان بهشتی روی زمین میگه، نه قزاقستان میگه، نه قرقیزستان میگه، نه اوکراین میگه، نه بلاروس میگه. هیچ یک کشور به این اندازه بهانه گذاری نمیکنه که ما یک بهشت داریم به نام تاجیکستان یا که ازبکستان یا قرقیزستان و در اون بهشت ما یک اساسگذار داریم که برای ما یک بهشت ساختگی است در روی زمین. ما فقط بهشت تصور میکنیم، نه از آیات های قرآن، احادیث های پیامبر، از خب قصه های دینی فقط در خیال هامون است که بهشت چگونه است. یعنی همتا نداره زیباییش و اصلا یعنی که تصورش کرده حتی نمیتونیم که با چه چیز رو پرو میشیم. اما خب ما تو کشوری ما تاجیکستان این چیزا گفت ما داریم. یعنی من تاجیکستان هیچ گفت پس دادن نیست، مراد از این حرفای من نیست که من میگم نه تاجیکستانی ما دروغ میگن، اونها بهش نیست، دروغ میگن کوههای بلند داریم. اصلا ما در قصه چیز نیست. یعنی بحثی ما سر این است که ما یک نفر بوت نازنین ساختیم و همه چیزا برای او دادیم. همه چیزا برای او دادیم. آیا مگر از بهشت هر روز 174 نفر میره از یک کشور خارجی شهروندی میگیره؟ آیا از بهشت در 5 سال اخیر 200,000 نفر تلاش میکنه شهروندی خارج بگیره؟ برای چی؟ مدام که ما امکانیت های خوب داشته باشیم، امتیازهای خوب داشته باشیم، سرپناه خوب داشته باشیم، اقتصاد خوب داشته باشیم، وطنمون آباد باشه، وطنمون آزاد باشه، تجارت آزاد باشه، سیاست آزاد باشه، دین آزاد باشه، مدنیت آزاد باشه، پس مردم چی نیاز به شهروند خارجی داره؟ روسیه با این اندازه قصه نمیکنه براش که ما بهشت داریم چون روسیه، ولی چرا مردم نیاز میروه در اونجا خواهشاش از اونجا میگیره؟ چرا بهترین متخصصا از وطن ما فرار میکنن؟ آیا باره در پارلمان کشور مگر این مصیبت بحث کردین؟ آیا باره در مجلس حکومتی نشستین در این مسئله بحث کردین که چرا هزار چرا است که مردم ما از تاجیکستان با تمام مسئولیت و تمام فرزنداشون فرار میکنن؟ پس مشکلی در ساخت دولتداری ما است. چرا ما فکر نمیکنیم؟ برای چی باید حکومت سری روی این چیز نگیره؟ تروریست، اکستریمیست، نمیدونم خائن وطن، خائن ملت، این آن سلفی وهابی، همه را بردین زندان کردین. در این برنامه دارین، مسئولیت دارین، میکوین، میشورین، هر روز کودکس جنایتی را عوض میکنین. اما باره در صحبتاتون، در جلسه هاتون، در برنامه هاتون نشستین در این مسئله حرف زدین؟ یعنی سری رایی را ما چرا باید نتونیم گرفته؟ تصور که در 5 سال 200,000، پس در 10 سال، در یک 15 ساله آخر ما 1 میلیون اهالی را از دست میتیم. برای چی؟ چون سیاست غلط است، سیاست فرسوده است. سیاستی که این پلیدا پیش گرفتن، این سیاست بسیار راه خطا را برایشان آموزاند. یعنی در تصور کنید که با داشتن یک اهالی خرد مردم به خاطر یک امتیاز زندگی خوب، پس معلوم شود که اون طبیعت که شما ساختین و قصه میکنین که تاجیکستان وقتی میگی برای یک تاجیک، یک نفری که خب از سیاست کمی دور است، تاجیکستان در پیش نظرش بهشت روی زمین، اساسگذار صلح و وحدت، وطن آباد، آزاد، فلان، این آن، یعنی همه چیز براش بنا میتن. اما وقتی از خارج یک اجنبی داخل شود، تاجیکستان رو به دیگر چشم نگاه میکنه، میگه رو تون سیاه میکنه. شما حتی از دوشنبه تا بلند آباد یا که تا اگر که بدخشان رفتن یک دستشویی درست ندارین، یک جای استراحتی درست ندارین که فرض کنید من 200 کیلومتر یا 100 کیلومتر برم موندنشون باید یک ایستگاه ماشین ما بمونم کم استراحت کنم، همون چیزا ندارین.
یک سیاه وقتی میروه میخواه که یک سیاه مسلمان است شاید میخواه خب تورات بکنه که خب مریضش کم درد است یک جای باید بروه کو حتی این چیزا ندارین. یعنی پس او چیزی که تصور میکنیم برای بچه‌هایی که خب بدبختانه فهمیش سیاسیشون شاید خوب نیست، شاید ترس دارن، شاید زندگی را فقط همون چیز دیدنده، همون تلویزیون‌هایی که فقط رقص و بازی باشد، دیگر داخل او را نگفتن که ای مردم این مصیبت است که حتی نسل جوان، اکثر اینها جوان‌ها هستند. 60-70% کسانی که رفتن شناسنامه روسی گرفتن جوان‌ها هستند. پس تصور کنید در کشوری که جوان‌ها یعنی که آینده کشور چرخه دولت چرخ میزنن از تاجیکستان فرار بکنن، پس حال او وطن چی میشود؟ طبیعی است که دیگر واکسینای به پول از خطای میارین میزنین باقی مانده‌اش همه را مریض میکنین میکشین دیگر برو بخیر. چیز عادی است دیگه. طبیعی است که شما ملت به نابودی بردین، طبیعی است. یعنی تاجیکستان بعد از خب اوکراین که یک قسم زمین را گرفتن و شاید زیاد آنها طلب شهروندی روسیه کردن، طبیعی است که روسیه شد. بعد از او خب ما فرهنگمون کلان دیگر است، دینمون کلان دیگر است. خب به خاطر امتیازها، به خاطر شاید فضای اقتصادی زندگی ما خوب شود، فضای سیاسی شاید برای ما خوب تر شود، ده ها مشکلات هست که یک نفری دوراندیش میشینه قیاس میکنه. تصور کو حتی زن و بچه‌ش هم میگیره از تاجیکستان از وطن خودش فرار میکنه. ای مردم من یکم یعنی که حکایه نقل ندارم، یعنی یک نفر براش خیلی سخت است که باید از وطنش فرار کنه و یک شهروند خارجی، یک شناسنامه خارجی بگیره. این خیلی سخت است. این کسی درک میکنه که مهاجر است، کسی این نقطه را حس میکنه که سالها در غربت است، عذاب غربت دیده است، عذاب مهاجرت است، گرچند اگر برات نمیدونم تمام شرایط بتن اما باز هم بیگانه هستی، باز هم مهاجر هستی. اگر تمام شرایط برات بتن یعنی تیسی مهاجر بدن نمیکنی، ولی روسیه هم برات او امکانیت نمیده که مثل یک روس زندگی بکنی. اما بازم این هم مردم چیکار میکنن؟ باز هم از وطن فرار میکنن. یعنی این نقطه خیلی سخت است. باید طبیعی است که حکومت امروزه در این مسئله کاری نکرد چون نداره برنامه خوب.